الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر سوال کردند که بارک الله فیها آیا سریال ها را تماشا کردن جایز است؟ سریال هایی که غیر سریال های اسلامی این سوال کردند که لباس های برهنه دارد اما زیناکاری نیست، یعنی در این فیلم زیناکاری را نشان نمیدهد، اما سریال ها هست که زن های برهنه در اینجا در فیلم همچون فیلمگزار کار میکنند. بارک الله فیک خواهر عزیز، بارک الله فیک. البته امروز به نهایت این یک بلای عظیم است، به نهایت یک بلای بزرگ است که از جانب کافران سریال های نو به نو به وجود می آید. البته بعضی از این نمود سریال ها را دیدن و اقرار کردن این کفر است، به مانند بعضی از سریال هایی که در این سریال ها درباره ملائکه و درباره اعوذ بالله معبود و این چنین چیزها سخن می رود. سریال های هست که درباره ملائکه ها و این چنین سریال ها درباره جنت و دوزخ و همچنین سریال ها را دیدن این کفر است. و اما سریال های هست که عادی هست، از حیات گرفته شده است و این سریال ها را دیدن حکمش حرام است. سببش این است که در اینجا زنهای برهنه کشاد البته وجود دارد. برای مرد دیدن زنهای برهنه حرام است، در کوچه و در غیر کوچه باشد، در فیلم و در غیر فیلم باشد. و این چنین در این فیلم ها به نهایت سخنهای قبیح شرکی و عملهای شرکی وجود دارد، زیاد وجود دارد که شاید انسان را به کفر برد، شاید تربیت فرزند را به کفر برد. مثلا در کنارهای فیلم های هندی شما همیشه میبینید که فیل را میپرستد، گاو را میپرستد و البته این شرک است. به همین راضی شدن به بعضی از فیلم هایی که دروغین این بت پرستی را همچون پهن میکند، بت پرستی را وصف میکند و البته همه این مشاهده کردنش حرام است و این چنین سخنهای کفری میگوید و این چنین سریال ها را دیدن این البته جایز نیست و حرام است. اما در مسئله فیلم هایی که زنا ندارد، البته این فیلم هایی که ما حکمش را حرام گفتیم زنا ندارد، بخصوص زن باید به نهایت از این نمود فیلم ها پرهیز کند، برحذر باشد، زیرا شیطان به زن زودتر تأثیر می کند. اما افسوس که امروز سریال ها نو به نو می براید، سریال های کفار از طرف امریکا و غرب و سریال های ترکی از این طرف. البته این سریال های ترکی هم سریال های به نهایت قبیح و بد و کفری است، اما افسوس که بسیار انسان ها عاشق این سریال ها شده اند، حتی انتظار می شوند که کی می براید و همه این جایز نیست. مسلمان باید مشغول آموزش سیره رسول الله باشد صلی الله علیه وسلم. سیره رسول الله را هر روز 5 دقیقه 10 دقیقه بیاموزید، دین خود را بیاموزید و از این فسادی ها دور باشید. و بسیار سریال های عاشقی هست که دیدن این تماما حرام است که انسان ها را خصوصا جوان ها را به عشق و عاشقی حرام و این چنین آخرش به زنا دعوت میکند. همه این سریال ها دعوتش آخرش به زنا هست، هم جنس گرایی است و آخرش باز بدبختی به همون سر جوانان امت اسلام است. باید از این نمود سریال ها برحذر شد. و اما دیدن فیلم های مبتذل، دیدن فیلم هایی که در این فیلم ها زنا هست، اعوذ بالله من ذلك،
این حرام است و البته این گناهی بینویت بزرگ است و کبیر است. انسان وقتی که این فیلم ها را مشاهده می کند حتی آهسته آهسته به نفاق می رود و این نمود فیلم ها انسان را به کفر می برد و انسان را از تمام عبادت ها دور می سازد و عاقبتش را سو می کند. باید زود به سوی الله سبحانه و تعالی توبه کرد و از این نمودی مشاهده فیلم های بد و از این نمودی وقت گذرانی انسان باید توبه بکند. از سریال تماشاکنی های زنها و مردها و از به این چیزهای غیر شرعی مشغول شدن انسان باید توبه کرد. بارک الله فیکم.